ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن شهر بوستان با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شد. نام برده شام 8 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 23 دقیقه در نزد دانشکده متالورژی تاجیکستان در حالت مستی با سابق همسر خود زن 32 ساله ساکن شهر بوستان به یگان سبب جنگ و جنجال نموده نسبتش سخنهای قبیح گفته با کارد خوجگی 4 مرتبه به قسمت تخت پشتش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی نویه سینو با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 11 ینور سال 2019 مرد 34 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده از او 240,600 سومانی گرفته وعده داده است که از بنای نوبنیاد در شهر دوشنبه منزل استقامتی در حجم 77 متر مربع را حجت گذاری کرده می‌آید، اما به وعده‌اش نایستاده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه دنغره با عریضه پیرزن 71 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از زمین‌های چراگاه دیه‌شان 4 سر چاروای معده شاخدار را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 4000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 34 و 39 ساله ساکنان همین نویه صادر نمودند. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سومانی با عریضه جوان 18 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که 29 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه هنگام در شهر دوشنبه قرار داشتنش شخصان نامعلوم با رای پنهانی از جای به شکل تلفن موبیلی تمغه آیفون 7 و از داخل امیون الکترونی آن 7610 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله و نابالغ 14 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.